کوکمون دو سل ره هستیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. در این قطعه سی بمول و میکرون داریم. از ره در سی مزد میگیم ره الا که ره ریز میخوره، ره بعدی دو راب، ره الا لا دو لا، باز اینجا دو راب میتونه بخوره، دو لا لا سول، لا اشاره به سی میکنه، بعدش لا سولو میزنیم. حالا لا کرون میشه سول سول فا سول، ره لا لا دو لا لا سول 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 فا سول. بس دوباره تکرار شد. حالا از ره در سی میزن میگه ره سول، سول به لا اشاره میده، سول فا سول، لا پس کرون هستن. حالا لا بکار میشه لا سول، دوباره لا کرون میشه سول سول فا فا، دو سی لا سول. اینجا دو راب روی دو نوت رو داریم، سی لا سول، بعدش فا می نگوی سوم فا می ره دو راب روی می و ره، می ره دو ره می فا سول لا سی سول، دو سی لا سول لا دو لا. اینجا دو راب روی دو نوت سی و لا بود، سی لا سول لا دو لا سول لا سول. لا کمان ریز لا سول به سی اشاره میکنیم، لا سول فا می ره سو فا فا می، دو راب هایی که رو دو نوت هستن، سو فا فا می می ره دو ره. تکرار میشه از فا سول. بعدش میگیم دو ره، دو میاد انگشت اول، سی هم کرون، دو ره می میره دو سی بمول، لاس فا. اینجا اولی لا بکار بود، بعدش لا کرون شد. تکرار میشه دو ره میره، میم بمول، اینجا دو سی بمول، برگشت سی بمول، لاس فا ره می فا سول لا سی، دو راب روی لا و سی، لا سی دو سی لا سول لا سول، لا کرون دوباره لا سول، لا کمان ریز اشاره به سی، لا سول فا می ره سو فا فا می ره دو ره فام سول فا فام فا سول فا می ره دو فام سول فا فام فا سول فا می ره دو. جا فا سول دو راب روی فا و سول، فا می هم که دو راب روی فا و می، بعدش ره دو سول فا می فا سول لا سول فا فا سول فا، لا اینجا کرون بود، می فا سول لا سول، حالا بکار شد لا سول فا می ره می فا سول که ریز اشاره به لا سول سول فا سی